چقدر قشنگه تو هر حیطه شغلی که هستیم تجربیاتمون رو مکتوب کنیم که سایرین هم بتونن از این تجربیات ما استفاده بکنن و ما این تجربیاتمون رو با خودمون نبریم یا تو سینه خودمون نگه نداریم. آقای نوری یکی از صنعتگرانی هستن که من افتخار میکنم که تجربیات خودشونو مکتوب کردن و با هم دیگه به صحبت‌های آقای نوری در رابطه با کتابش گوش میدیم. سلام حسن جون، خوبی؟ این وایس رو برات میفرستم که تقریبا بدونی این کتاب در چه مواردیه. ببین، یه کتاب موفقیت با 9 فصل. در آخر هر فصلی تمرین هایی داره که باید مخاطب اون تمرین ها رو انجام بده، وگرنه کتاب بهش اجازه نداده که سراغ فصل بعدی بره. فصل اولش دلیل آفرینشه، فصل دوم ایمان و سپاسه،